بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع پروژه ما شرکت دومینوس است که در قسمت تهیه پرزنتیشن ما هستم، علی آقا نیکزاد و همچنان همصنفیم عبدالوارث. شرکت خب موضوعاتی که میخوایم پرزنت داشته باشیم یکی اینترودکشنش است، مشکلاتی که توسط از سیستم شرکت حل میشه و همچنان شرکت کدام پرکتیس ها و مشکلاتی که توسط آرتفیشال اینتلیجنس حل شده. چنانچه قبلا گفتیم کمپانی دومینوس یک از بزرگترین کمپانی های پیزا فروشی در جهان می باشد که در سال 2017 در حدود 300,000 فروش داشت در یک روز در 48,000 فروشگاه در مربوط 85 مارکت. اما پروبلم ها و مشکلاتی که آرتفیشال اینتلیجنس یا هوش مصنوعی حل میکنه، یکی اما انتظارات مشتری را که اینمی بسیار کمک میکنه که فروشگاه هایی که پیزا تهیه میکنه باید باثبات باشد، کیفیت از اینا باید دائمی باشد، نه که کیفیت اینا ثبات اینا یک روزه باشد. باید این همیشه نظریات و پیشنهادات مشتری رو باید در نظر بگیره. و در قسمت دیگه آرتفیشال اینتلیجنس بسیار کمک میکنه امو پولی که در نظر گرفته شده و همچنان تعداد افرادی که در نظر میگیره این را کمک میکنه در قسمت مواد سوخت و دیگه پا بسیار کمک میشه. تکنولوژی هایی که استفاده کرده امی کمپانی دومینوس یک سیستمی است به نام پیزا چکر که در قسمت پیش از اینکه میخواد امی پیزا را تهیه کنه از هر پیزا ای عکس میگیره پیش از اینکه همی به مشتری برسه. ماشین لرنینگ یا هوش مصنوعی کیفیت از را بسیار بالا میبره، تعیین میکنه که آیا همی پیزایی که ما در نظر گرفتیم همی قابل قبول مشتری است یا نه. دیگه همی سیستم در اینستال شد در 2000 شرکت دومینوس که مربوط 7 کشور میشه در سال 2017. دیگه قسمت دومشی مربوط همصنفیم عبدالوارث میشه. خب به ادامه موضوع AI در کدام قسمت ها استفاده میشه ایرم هم بحث میکنیم. این است که در قسمت جواب دادن تلفن مشتری ها میفهمین که هم قسمت گفتیم که روزانه از 300,000 در سال 2017 بود مشتری ها با تماس میشدن آردر میدادن. این حال قسمت بزرگ از آردردهی از طریق آنلاین است و یا از طریق تلفن است. از طریق تلفن دیگه نمیشه که چقدر باید تعداد نفر باشه که با تلفن جواب بده و می خاطر کمپانی دومینوس از هوش مصنوعی کار گرفته که یک ربات باشه که چی کنه تلفن را جواب بده و با مشتری به شکل صحبت بکنه که گویا که یک کسی پشت از تلفن است. و نام از تکنولوژی را به نام دام ماندن که در سال 2014 لانچ شده. از طرف دیگه دومینوس کار دیگه کرده در بخش سلف درایوینگ پیزا است. گفتیم که بخاطر که مصرف کم شوه کاست گپای به حساب تیلی گپایش کسته به خاطر از طریق اون موتورهای است که در سیستم رباتیک نصب شدن و آردر مشتری در پشت خانهشان میرسونه. و دیگهش حالا میام سر از که از کدام تکنولوژی ها استفاده شده. گفتیم در قسمت از که بیشتر قسمتی که دوست ما تشریح کرد قسمت پیزا چکر، گفتیم که در این قسمت از گوگل ایمیج ریکگنیشن الگوریتم کار گرفته شده. یا چی میکنه میفهمیم که گوگل داست بسیار کلان داره و از این به شکلی که میبینین لایف پیزا چکر هم یک ماشین است که عکس برداری میکنه از پیزا ها و چک میکنه که آیا می پیزا با آردر که مشتری داده به اون مطابقت داره و یا نداره. در قسمت میایم که گفتیم که از چی کار میگیره، از گوگل ایمیج ریکگنیشن و او هم بیسش سر چی است؟ سر کانولوشنال نیورال نتورک است که مخفف CNN نشان داده میشه. این با قسمی است که وقتی یک تصویر که برش میتیم قسمی که در جمعی یک تصویر یک پرنده است این اول به یک شکل اینپوت لیر میگیره و در داخل از این چندین
لیرهای وجود داره که از دید ما پنهان است و طور است که اینپوت یک لیر به لیر دیگه به شکل اینپوت پاس شده میره و تا اینکه در قسمت آخر به ما تشخیص میده که این چی است، پرنده است و هر چیزی که و عین نمی شکل و در چی کار گرفتن، در بخش پیزا کار گرفتن. خب بخاطر چی گفتیم این بود در قسمت چک پیزا که با کامراها کار گرفته میشد. حالا از قسمت دلیوری پیزا که است، قرارداد که با کمپانی استارشپ کردن یا چی میکنن، موتورهای رو برشان در اختیارشان و ربات‌های رو قرار داده که میتونه آردرمون مشتری در پشت خانه هایشان برسانه. خب حالا چی نتایج از این به دست میاد؟ این است که دومینوز توقعش است که پیزاهایی را که به مشتری خود صادر میکنه و پشت خانه هایشان میرسونه این کمترین ریجکشن داشته باشه، کمترین رد داشته باشه و این در تجارتشون بسیار مهم است. و از طرف دیگه این کمپانی اعلان کرده که در سال آینده اضافه تر از 1 میلیون بالای آشپزخانه های سرمایه گذاری میکنه و از این تکنولوژی های AI در او کار میگیره. حالا میم سر کی چالنجز و چی نکات باید از این یاد بگیریم. این است که کمپانی دومینوز به این باور است که می نچرال لنگویج پروسسینگ و تکنولوژی که است ای عیناً مثل انسان ها برخورد میکنه. به همین خاطر در قسمت کالاپریشن از کار گرفتن، از این ربات ها کار گرفته و دیگه در قسمت موتورهایی که گفتیم که به شکل رباتیک است، فایده از این است که او خسته نمیشه و به این باور هستند که او از لحاظ محیطی هم بسیار سیف است که فضا را آلوده نمیکنه. تشکر از توجهتان. این بود پرزنتیشن ما در مورد کمپانی دومینوز.